منبعی مهر و وفا صلح و صفا میهن ماست. آبی پاکی وطنم قوت جان و تن ماست. برنامه نورافکن است چون همیشگی پر از هنر و ایجاد. یادی روزگار شیرین، یادی لحظه های دیرین، یادی شامی دل ستانی، خوش به حالت جوانی. اولین از خوبی کوسه و طبق بله پیولو را میموندیم، مثلا پیولوی چای نوشی را میموندیم. رو از عشق سوال میدیم، یک آهی سر میکشد. بله دنیای است یک عشق بود و بی وفایی و وفا، خنده بود و ناله و فریاد بود. موسیقی نیز در یک چند فیلم های خارجی و تاجیکی نیز یعنی ایجاد کرده است. سلام ای دوستانی بررسیده، سلام ای تاج سر، ای نور دیده. سلام عرض میکنیم به همه شما نور دیدگانمان. باز هم برنامه نورافکن است مهمان خاندان شما. بله دوستان عزیز، برنامه نورافکن است چون همیشگی پر از هنر و ایجاد. زیرا برنامه نورافکن منبر هنرمندان اصیل است و این نوبت مهمان برنامه ما هستند سراینده بسیار هم خوش‌آواز، دوست داشتنی و همزمان آهنگساز و همزمان کم کم شعر نیز می‌نویسند. این نفر عزت شریفی. شما رو خوش آمدید میگوییم با برنامه نورافکن. بگذار در تاجیکستان عزیز ما همیشه نورافشانی باشد مثل برنامه شما و حیات ما پر از نور و شادی و بخت و نشاط باشد. سلامت باشید. سلامت ما باوری داریم که امروز برنامه ما پر از جالبیت، پر از صوت و نوا، پر از موسیقی و همزمان سخن‌های شیرینی مهمانی برنامه ما عزت شریفی میگردد و به بیننده ما پسند میگردد. همینطور نصیبه. درست است و همه زحمت و کوشش های ما تنها به خاطر شما، یعنی به خاطر فراغت شما هموطنان عزیز است که طول چند لحظه با هم هستیم. امیدواریم که بهترین لحظه ها رو سپری میکنیم. همینطور نیست؟ خب با امید بهترین لحظه ها شروع میکنیم با یک سرود دلنشین، بعدا صحبت رو ادامه میدیم. دیوانه و دل بسته اقبال خودت باش، سرگرم خودت عاشق احوال خودت باش. یک لحظه نخور حسرتی آن را که نداری، راضی به همین چند قلم مال خودت باش. یک لحظه نخور حسرتی آن را که نداری، راضی به همین چند قلم مال خودت باش. اقبال خودت باش، پرو بال خودت باش. اقبال خودت باش، پرو بال خودت باش. دنبال کسی باش که دنبال تو باشد، این گونه اگر نیست و دنبال خودت باش. پرواز قشنگ است ولی بی غم و منت، منت مکش از غیر و پرو بال خودت باش. پرواز قشنگ است ولی بی غم و منت، منت مکش از غیر و پرو بال خودت باش. 100 سال اگر زنده بمانی گذرانی، 100 سال اگر زنده بمانی گذرانی. پس شاکری هر لحظه و هر سال خودت باش. اقبال خودت باش، پرو بال خودت باش. اقبال خودت باش، پرو بال خودت باش. دیوانه و دل بسته اقبال خودت باش، سرگرم خودت عاشق احوال خودت باش. یک لحظه نخور حسرتی آن را که نداری، راضی به همین چند قلم مال خودت باش. یک لحظه نخور حسرتی آن را که نداری، راضی به همین چند قلم مال خودت باش. اقبال خودت باش، پرو بال خودت باش. اقبال خودت باش، پرو بال خودت باش. اقبال خودت باش، پرو بال خودت
سلامت باشید. برای باشید. چنین یک سرودی پر از محتوا و سلامت باشید. سراپا این سرود البته هم فراغت است، هم پند و نصیحت است. و سلامت بار باشید. دیگر سپاسگزاری میکنیم شما را. و اینجا در مصرع ها گفتید که دنبال خودت باش، یعنی که میخواستم بگوید که شما دنبال هنر بودید یا هنر شما را دنبالگیر شد؟ هر کسی را بهر کار ساختن، مهری او را در دلش انگاختن و انسان در طول حیات فعالیت خود در زندگی خود عموما کوشش میکند که دنبال چیزی باشد. همیشه کوشش میکنیم که کاری را انجام داده باشیم که باعث خرسندی هم خودمان باشد، هم اطرافیان ما. هم میخوام که از کاری کرده من از اون چیزی که من انجام دادم با کسی منفعتی رسیده باشد و از اون دنبالگیری کاری که من کرده باشم یک منفعت به جامعه و به وطنی عزیزم رسیده باشد. بله. یعنی از کی دنبالگیر هنر شدید؟ یعنی یاد دارید؟ خیلی خورد بودم. بله، خیلی شاید یک واقعه، یک رویداد سبب می شود که انسان این یا اون کسب رو انتخاب میکنه. شاید در زندگی شما نیز یگان واقعه رویدادی و یگان هنرمندی بود که شما رو به همین جوده راهنمایی کرد. میدونید من هنگام خردسالی همه هنرمندا را گوش میکردم و در هم وقتی تحصیل مکتبی میاند در کروژک‌های مکتب فعالانه اشتراک میکردیم با همراه برادران عزیزم، با همراه دوستای عزیزم، با همراه هم‌صنفام کوشش میکردیم که یک محفل‌های زیبای آراسته باشیم و در همه چهاربینی‌هایی که در مکتب میشید فعالانه اشتراک میکردیم. بسیار ایجادکاری هم میکردیم. یعنی حتی از دوره‌های از مکتبی دوره‌های ایجادکاری خردسالی بله. و در هنگامی در تلویزیون تماشا میکردیم که مثلا گروه های استرادی خیلی بارابانو داشتن، مثلا گفتیم میکردم با همراهی رفیقامون تشکیل میکردیم که مثل همونو بود، یعنی که در برابر ذوق همونو ما کوشش میکردیم که وای کرده باشیم. یعنی اولین اسباب موسیقی کوسه و طبق بله. پیولو را میموندیم، مثلا پیولوی چای نوشی را میموندیم خیلی با همراهی رفیقانمون. ولی تا اون دمی که هر یک هنرمند از مکتب هنری میگذرد، یعنی همیشه تا اون که سبک و اسلوب خود را پیدا میکند به کسی تقلید میکند. کی بود همون هنرمندی که شما به سبک آن یعنی روانه میشدید یا تقلید میکرد؟ شد روان کرامت الله قربان را گوش میکردم، احمد ظاهر، ظاهر هویدا، ساربان، استاد ظفر نازیم، استاد آدینه هاشم و همه اون شخصانی که استاد مراد بیگ نصرالدین را بسیار دوست می داشتم، سرود داشتم. همون هنگامی جوانیام استاد مستانه ارگش و سرودهای بسیار زیبایی داشتن که استاد نگینه رؤوف و استاد سعید قلبیلولوف مثل آهنگسازایی هستند که در حیات هر یکی ما نقش خاصی دارن. با سرودهای این بزرگان ما کلان شدیم، با سرودهای اینو ما حیات رو آموختیم، بهترین لحظه های حیات خود رو ما با همین سرودایی که مثل در حیات هر یکی ما نقش داشتن با اونو کلان شدیم. در سرودهای شما بیشتر در برابر دیگر موضوع عشق بیشتر است. خب عشق از نگاه شما بیاید درباره عشق خوشتر از ایام عشق ایام نیست. بله. ایام بهترین است. من فکر میکنم عشق یک دنیای است، یک بگیم که سیاره است که کسی رو از عشق سوال میدیم یک آهی سر میکشد. بله. برای چی باشد نصیب مثلا که آخه عشق این معنای به حد به محدود است. عشق بسیار پهلوها است، بسیار عشقی است که مثل عشق دیار، عشق وطن، عشق مثلا کسب، عشق دنیا و مثلا عشق معشوقه و مثلا عشق فرزند، عشق مادر، عشق پدر. عموما بگیم یک دنیایی است که بیکران است. یک مفهومی است که فراگیرنده همه حیات ممات انسان است. عشق را یعنی طریق سرود از
شما یعنی بشنویم بهتر میشود، زیرا که طریق سرود خیلی عشق رو خوب وصف میکنم. شاید سرود دوران من برای تو به دنیا آمدم. خب چخیله گفتیم عشق رو آغاز است انجام نیست. خوشتر از ایام عشق ایام نیست. من برای تو به دنیا آمدم تا به روزی سخت دم سازد شوم، نیمی بختی خیش را بخشم به تو، لحظه ای تنهایی دل دارد شوم. من برای تو به دنیا آمدم تا به روزی سخت دم سازد شوم، نیمی بختی خیش را بخشم به تو، لحظه ای تنهایی دل دارد شوم. من برای تو به دنیا آمدم، ورنه از من کی کسی را یاد بود، عشق بود و بی وفای و وفا، خنده بود و ناله و فریاد بود، بزم عشق آباد و ناآباد بود. من برای تو به دنیا آمدم تا به روزی سخت دم سازد شوم، نیمی بختی خیش را بخشم به تو، لحظه ای تنهایی دل دارد شوم. لیک چون دانم که در پهلوی من تیره و بیرنگ گردد روزی تو، در نگیرد مهر دل افروزی تو، غم مخور از روی راحت می روم، دردی تو عشقی تو با خود می برم. من برای تو به دنیا آمدم تا به روزی سخت دم سازد شوم، در دمی بیماری غم خارد شوم، لحظه ای تنهایی دل دارد شوم. من برای تو به دنیا آمدم تا به روزی سخت دم تازد شوم، نیمی بختی خیش را بخشم به تو، لحظه ای تنهایی دل دارد شوم. من برای تو به دنیا آمدم، من برای تو به دنیا آمدم. سلامت باشید و میخواستم بگویید که همین سرود رو تیز تیز در خانه استفاده می‌کنید و برای چی؟ براستی چیزی که صمیمی است، شعری که صمیمی است، شعری که از دل گفته از شده است، دل گفته شده است به دل ها میرود البته. و سرود خوب است در همون لحظه که اگر در اویله یگان پرابلم شد یگان جنجال شد حتما همین سرود میسروید همه تینج ولی همه تینج بشه. شما خیلی سرودهای زیاد دارید و هر یک سرود شما با مسرور پسند است، با من یک سرود دیگری شما پسند است، ولی میتوانید گفت که به خود شما از همون سرودها کدامش پسند است؟ هر یک سرود ما فکر میکنم که برای ما مثل یک فرزند است، مثل یک فرزندی است که اولا تولید میکنیم و برای من فکر میکنم که همه سرود عزیز است. ما حاضر نو از ایجادیات استاد علی محمد مرادی یک سرودی به نام برادرم ما حاضر روی این سرود کار کرده استیم، کمتر فرصت در کار و من پیش دستی کرده با مخلصان عزیزم یک 4 مثل اولین بار اینجا صدا میدید؟ اینجا صدا میدید، بله. ای سایه دولتی سری من، محبوبی به جان برابری من،
شهبالم مگر تو شهپری من، پشت و قناتم برادری من. شهبالم مگر تو شهپری من، پشت و قناتم برادری من. برادرم برادرم برادری با جان و دل برابرم. برادرم برادرم برادری با جان و دل برابرم. برادرم برادری با جان و دل برابرم، این مصرعی استاد مومن قناعت هست و من زنگ زدم به استاد علی محمد مرود و من میخوام علاوه کنم به این اگر ممکن باشد و استاد بسیار خرسند شد و من با رضوگی استاد این مصرع رو در اینجا وارد کردیم، علاوه کردیم. به تو چی بود حیات گرده، به تو چی بود نشاط درده. ای قوت دل با گرم و سردی، پشت و قناتم برادری من. ای قوت دل با گرم و سردی، پشت و قناتم برادری من. برادرم برادرم برادری با جان و دل برابرم. برادرم برادرم برادری با جان و دل برابرم. برادر موضوعی است که در این موضوع کم سرودندگان سرود می‌سرایند، بیشتر مادر، پدر و دیگر موضوع است. عشق بسیار سرود خوب می‌شود. باوری دارم که این برای بینندگان باز هم یک سرود خوب دلپسند می‌گردد. هر یک سرود، هر یک آهنگ، هر یک موسیقی یعنی تاریخ پیدایش خود را دارد. میتوانید این لحظه تاریخ پیدایش همون سروده که بار در یک محفل شنیده بودم، شکلات و مرملاد میشه، همین را قصه کنید. مولانا میگه که چون گوهر رمیده به درگاه ساحلیم، در حسرت نوازش دست فتاده. انسان تا حیات است دست به نیاز به نوازش دست دارد که سر ما را سایبانی کند، نیاز به مهربانی دارد، نیاز به یک سخن خوبی دارد، یک دستگیری و یک مثلا تکانی باشد که برای حیات انسان رو، یعنی که برای یکون کار پیش رفتن اون مساعدت کرده باشد. ندیدم مثل تو خوشرو، پری چهره غمزه جادو، با قد و بستی به زیبر، مخیرامی همچو آهو. قد و ابروی تو زیباست، شبنمی عطر مصفاست، لالی لبی شکرینت بهترین لذت دنیاست. تو مثل قند و نباتی، شکلاتی شکلاتی، عسلی یا که شیرینی که با دل شیرین. مثلا این سه شوخی آمیز هزینه‌آمیز بسیار خوبی هستند که مثلا برای مردم پسند هستند. در انسان ها چی رو بد میبینید؟ چون هستند خاراکتر انسان ها هر گونه هستند. میدونید بخیلی، بدبینی، مانع شدن با کار کسی رو نگذاشتن به مقصدش رسیدن، کوشش کردن که کسی از دستی تو ناراحت باشد. این کارهایی هستند که بسیار بد میبینم. من کوشش میکنم که در زندگی کسی رو اگر کمک کردن نتوانم، اقلا خلل نرسانم. هست خصلتی که در خودتون هست که دوست داشته میدارید، میخواهید اون خصلت رو پرتوید ولی نمیتوانید پرتوید؟ بسیار ساده سود باور هستم و من فکر میکنم هر یک انسان باور میکنید بعدم پشیمان میشه. بله. ای روی تو ما خیالم افروز، ای دل
دلبری غمگسار و دلسوز ای موج صدای عاشقی من به تو نگیرم من نفس در زندگانیم دارم هوس عمره به دل همراز دانیم ای جانی من جانانی من گلگون چهی خندانی من گلگون چهی خندان ای جانی من جانانی من گلگون چهی خندانی من گلگون چهی خندان هم جان و هم جانان. مردمی ما اصلا مردم توجیک بسیار فرهنگ دوست هستند، یعنی مردمی هستند که با شعر سرود موسیقی بسیار دقت جدی می‌کنند، صنعت رو دوست می‌دارند. اینقدر شاعرای بزرگ داریم، اینقدر مثلا شخصانی داریم که در پیشرفت رشد و نموی فرهنگ تمدنی مردم توجیک، نه تنها مردم توجیک، فکر میکنم مردم سیاره بسیار سهم خوبی گذاشتند. ما امید داریم که امروز در این برنامه باز هم شما دل چندین نفر مخلصانتون رو شاد می‌نمایید. سلامت و سرود دورید پیشتر اشاره کرده بودیم که در وصف همسر. بله خیلی هم سرود خوب است. باز هم چون گفته بودیم بسیار در همون مسئله اگر جنجال‌های اولیوی باشد یک دور سرود رو بسرای تمام یاری رسان است. یاری رسان است و زندگی را باید طور ساختن در کار که مثل در خاندان یا مهر محبت باشد، یعنی که همبستگی، مهر، محبت تو که از این حاصل بسیار خوبی به دست بیارد، یعنی که خاندان. و این شعر هم باعث بسیار شعر خودتون است. خیلی که من گفتم کم کم استعدادی شعر نویسی هم دارم و من کمی سخناش نوشتم و با استاد خیراندیش فرستادم و گفتم استاد جان یک پیشنهادی دارم که این رو اگر کنیم بسیار خوب میشد و استاد خواندن و بسیار زیبا و با مزه هم نوشته و من روان کردم. شکری آن لحظه که با هم دیگر آشنا شدیم، دوتا دل داده به هم عاشق و مبتلا شدیم، دیده سنجیده همه خوب و بدی دنیا را، ما دو جان بودیم و یک عمر به یک تنجا شده. همسرم جان و دلم ای گلی یک دانه من، ای چراغی دل و جان ماهی شبی خانه من، راحتم با تو و عشقی تو بود همراه، تا بود جان به تنم عاشقی تو میمانم. همسرم جان و دلم ای گل یک دانه من، ای چراغی دل و جان ماهی شبی خانه من، راحتم با تو و عشقی تو بود درمانم، تا بود جان به تنم عاشقی تو میمانم. واقعا اویلا جای مقدس است نصیبه. این بسیار هم سرودی خوب است. من باور جای دارم که آسایشی همه ما است. بله. جای آسایش، جای مهر محبت، آشیان صداقت، جایی که انسان در اونجا راحت است البته و جایی که سرچشمه میگیرد همه موفقیت ها و کمبودی ها و پیشروی ها و همه مثلا برد و باخت ما است. یعنی در همه پستی و بلندی های روزگار یعنی اویلا است که یعنی دست دل برداری میکنه، دستگیری میکنه. درست است. خب گفتیم شما در باره همه موضوع قریب که سرود سراییده اید و بسیار خوب هم هست که مخلصان خود رو دارن. هر یک سرود شما در باره وطن سرود سراییده، در باره تاجیکستان، تاجیک همه جا تاجیکستان بسیار سرود خوب است، دلچسب است. من باور دارم شعر استاد گلنظر کیلدی است و من بسیار ای دوست بیا که مازی یک انجمنه، پرورده این مهربانی یک چمنه، جانی من و تو بود وطن میدانی، دانی که من و تو نیست جانی وطنه، در پرده سو مهری تابان یک تاست، تاجیک همه جا و تاجیکستان یک تاست، در پرده سو مهری تابان یک تاست، تاجیک همه جا و تاجیکستان یک تاست. ببینید چقدر صداقت است در این سرود، چقدر محبت است، چقدر مهر است و
تشکر به استاد عزیز که این سرود نوشتند و من هنگام سرودن این سرود یک جهان پر و بال مثلا روح و الهام تازه میگیرم. بله. خب ما برنامه ما نیست قریب به آخر میرسد، ولی ما از زندگی پس پردگی شما سوال ندادیم، بیشتر برای ایجادیات و سرودها سوالها پرسان شدیم. شاید بیننده سوال داشته باشد باز هم درباره زندگی بیاد درباره زندگی شخصی خیش کمی قصه کنید. امروز فرزندان شما به کدام کسب روانند؟ چون نمیدونیم چند سال پیش احسان فرزند شما این کسب رو انتخاب کرده بود، چون امروز در خارج کشور الکی دانشجو هستند، الکی کمی هستند، دور شدند. ولی به هر حال بیاید خودتون قصه کنید که امروز وضع زندگیتون چگونه است و از پای کدام باز کارهای ایجادی هستید. شکرانه وطنی عزیزم. بله واقعا. شکرانه تنجی و امانی وطنی عزیزی ما که ما در این وطن بیشتاسا عمر به سر میبریم و شاد از آن هستم که در اینجا همه آرزوهای ما و شما عملی میشوند، در این وطنی که برای ما و شما همه امکانیت ها را فراهم آورده است. و من شکرانه از این سرزمین میکنم که برای من شخصا همه شرایط و همه امکانیت هایی که برای انسان ضرور هستند مهیا کرده است و میسازیم، میبالیم، پرواز میکنیم، عموما به آرزوهای خود میرسیم که از این خوشبختی ما هم صاحب 5 فرزند هستم. 5 فرزند بسیار زیبا و نازنین. بابا هستم، بابای بسیار خوشبخت هستم، بابای جوان هستم، نبیره های بسیار زیبا و بامزه و بالذت دارم. شاید روزهای نزدیک باز درباره نبیره نبیره و انتظار باشید که درباره نبیره میسرایم. همین خیلی رنگ و رنگی زندگی است که ما همیشه کوشش میکنیم که به کار موفق شویم و کوشش میکنم که برای مخلصان عزیز آن رسالتی را که من به دوش دارم با همون رسالت خود به مردم خدمت کنیم، به تاجیکستان عزیز، به وطن عزیز، به وطن محبوبم در پیشرفت و نمو و شکوفایی تاجیکستان عزیز سهم گذار باشم. سلامت باشید. منبعی مهر و وفا، صلح و صفا میهن ماست، آبی پاکی وطنم قوت جان و تن ماست، به ما حیاتی با صفاست، وطن یگانم و تکاست، بهاری به خزان ماست، وطن امانتی خداست. خب دوستان عزیز، تا این مدت میمون برنامه ما بودند هنرمند خیلی هم دوست داشتنی، کمپوزیتور و همزمان کم کم شعر هم می نویسند، عزت شریفی. شما را بار دیگر خوش آمدید میگوییم و بار دیگر سپاسگزاری میکنیم از شما که چنین یک صحبتی جالب داشتیم و فقط در آخر همین سوال رو میدیم که به فکرم از آمدنتون پشیمون هم نشدید یا پشیمون شدید و ویکتور درباره همین صحبت فکرتون رو بگید. میدونید من پیش از اون که به این استودیو بیایم تشویشات و کاروبار زندگی زیاد است، البته هر کس از کاروبار زندگی خود هست. هنگام شما ما رو دعوت کرده بسیار شاد شدم. هر یک نشست ما با مخلصان عزیز یعنی که یک جهانی بسیار دیگر است و من از تلویزیون، سینما و شخصا از هر دوی شما که برای من بسیار عزیز هستین برنامه شما رو من پیوسته تماشا میکنم و منتداری خود رو به شما میرسونم که ما رو دعوت کردید تا ما توانستیم در یک فرصتی بسیار کوتاه هم باشد با مخلصان عزیز خود از صمیم دل یعنی که صدقاً صحبت کردیم، چون که یعنی ما با اونها زنده ایم و ما باز توانستیم باز یک قدمه که یک کمی هم باشد با مخلصان عزیز با یک کمی نزدیکتر شدیم، راز دل هم رو گفتیم، فکر اندیشه خود رو گفتیم. به همین خاطر من یک جهان تشکر میگم. بسیار خرسند هستم از اونجا که ما با این برنامه بسیار زیبای نورافکن در سیمای 2 نفر نورانی که این روز ما را احاطه کردن با مخلصان عزیزم هم صحبت بودم.
саломат бошед. мо низ сарфарозем ки дар барномаи мо иштирок кардед ва умедворем ки заррае ҳам бошад, яъне бо суруду тарона ба барномаи Нурафкан, тариқи барномаи Нурафкан нурпошӣ намудед ба хонадони мухлисони хеш ва фароғат бахшидед ба ҳамватанони азиз. чун ҳунару эҷод аст, чун ватани ободу осуда дорем, албатта ин суҳбати мо бо Иззат Шарифӣ аввалину охирӣ нахоҳад буд. чун зеро дар як фурсате ки дорем наметавонем тамоми розу ниёзи як ҳунармандро барои бинанда ифшо кард. дар барномаҳои оянда мо ҳам кӯшиш мекунем ки ҳамаи он розу ниёзи худро нагӯем, чунки шикли шумо гуфтед боз даъват кунед ва бо дар барнома бо иштирок кунем. бале, чун ба чӣ хотир инро мегӯям, баъзан бинандаҳо менависанд дар ҳамон сайтҳо ки барои чӣ чунин саволро надодед, мо мехостем аз фалон ҳунарманд чунин саволро шумо бидед. чун шумо саросима нашавед бинандагон, мо ҳатман дар барномаҳои оянда чун гуфтем даъват мекунем ҳунармандони дӯстдоштаи шуморо ва суолҳое ки шумо мехоҳед мо албатта мепурсем. ҳамин тавре насиба. дуруст аст. боқӣ агар зарраи ҳам таби шуморо болида сохта бошем, бо суруду таронаҳои ҳунарманд Иззат Шарифӣ хеле сарфароз ҳастем. тансиҳату хонаобод ва сарбаланд бошед ҳамватанони азиз. пеш аз ҳама саломатӣ мехоҳем ба тамоми ҳамватанони азизу гиромӣ ва бо як суруди боз ҳам зебову ҷаззоби меҳмони барномаи мо барномаро ҳусни анҷом мебахшем. ای فرستاده سلامم و سلامت باشی، سلامت باشی. یاد کردی با سلامم و سلامت باشی، سلامت باشی. گل که دل زنده کند بوی وفای دارد، گل که دل زنده کند بوی وفای دارد. تو مگر صاحب اعجاز و کرامت باشی، سلامت باشی. تو مگر صاحب اعجاز و کرامت باشی، سلامت باشی. شبنم آویخت به گلبرگ که ای دامن چاک، سیل زدد گر همه با اشکی ندامت باشی. میکنم بختی بدی خش شریکی گناهت، تا نه تنها تو سزاواری ملامت باشی. میکنم بختی بدی خش شریکی گناهت، تا نه تنها تو سزاواری ملامت باشی، سلامت باشی. ای فرستاده سلامم و سلامت باشی، سلامت باشی. یاد کردی با سلامم و سلامت باشی، سلامت باشی. گل که دل زنده کند بوی وفای دارد، گل که دل زنده کند بوی وفای دارد. تنها تو سزاواری ملامت باشی، سلامت باشی. ای فرستاده سلامم با سلامت باشی، سلامت باشی. یاران همه سلامت باشید. سلامت باشید.